به نام خدا. درود بر شما. عرفان اشراقی هستم، کوچ حرفه‌ای و کارشناس کوچینگ و مشاور خانواده و ازدواج با رویکرد تئوری انتخاب. ممکنه شما در مورد کوچینگ یا جایی مطلبی خونده باشید و یا توسط کسانی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند نکاتی رو شنیده باشید. قصد دارم در این ویدیو کوتاه شما رو با مهارت کوچینگ بیشتر آشنا کنم. کوچینگ از ریشه کلمه کوچه که هنوز معادل دقیق فارسی اون ترجمه نشده و ما از همون واژه بین‌المللی کوچینگ براش استفاده می‌کنیم. البته ترجمه کلمه کوچ در فرهنگ لغات وجود داره. معانی از قبیل مربی، تربیت کننده، پرورش دهنده، تمام این واژه‌ها و واژه‌های نظیر اینها در فرهنگ لغات به کار برده شده. اما مهارت کوچینگ به طور دقیق هیچ کدوم از این واژه‌ها رو برای خودش نمی‌پذیره. یک کوچ حرفه‌ای نه تدریس میکنه، نه مشاوره میده، نه آموزش میده، نه تربیت میکنه و نه حتی مثل یک منتور جلسات منتورینگ برگزار میکنه. پس کوچینگ چیه؟ و یک کوچ حرفه‌ای دقیقاً چیکار میکنه؟ یا بهتر بگم در یک جلسه کوچینگ بین کوچ و مراجعش که به کوچی مشهوره دقیقاً چی میگذره؟ اگه بخوام به طور خلاصه ولی جامع بگم، یک کوچ حرفه‌ای به مراجع خودش کمک میکنه که قابلیت‌ها، استعدادها و توانایی‌های خودش رو به خوبی کشف بکنه. مراجع بعد از کشف قابلیت‌ها و استعدادهای خودش میتونه برای مسائل و چالش‌هایی که به خاطر اونها به کوچ مراجعه کرده راه حل‌های مناسبی پیدا کنه. همچنین میتونه برای آینده خودش چشم‌اندازهای بسیار دقیق و مشخصی رو تدوین کنه. جالب اینجاست در کوچینگ دانش نزد مراجعه و کوچ مثل یک آینه تمام قد در مقابل کوچی خودش قرار میگیره و تمام ابعاد اون دانش رو اجازه میده که ببینه و بعد از کشف تمام اون دانش و مشاهده قابلیت‌ها و توانایی خودش اون وقتی که میتونه خیلی کارهای بزرگی انجام بده. حتما میپرسید چطور امکان پذیره؟ تا لحظات دیگه خدمتتون عرض میکنم. فراکوچ، مرکز آموزش کوچینگ ایران. اصل مهارت یک کوچ در پرسشگری بسیار قدرتمندشه. پرسش‌های کوچ میتونه به کوچی کمک بکنه که در درون خودش سفر کنه و به کمک پاسخهایی که میده بتونه اون چالش‌ها و اون مسائل خودش رو بهتر بشناسه. طبیعتاً بعدش میتونه راه حل‌های خیلی بهتری براشون پیدا کنه. ضمناً کوچینگ فقط برای افرادی که چالش دارن نیست. خیلی از افراد هستن که برای توسعه فردی و پیشرفت در مراحل کاری خودشون یا در زندگی شخصی خودشون به یک کوچ حرفه‌ای مراجعه میکنن. شاید براتون سوال بشه که یک کوچ حرفه‌ای بیشتر چه موضوعاتی رو کوچ میکنه. بهتره بگم گستردگی کوچینگ این مهارت و حرفه رو منحصر به فرد کرده. شمایی که میخواید کسب و کارتون رو توسعه بدید و بازدهی اون رو چندین برابر کنید. شمایی که به دنبال انتخاب یک شغل متناسب با قابلیت‌ها و توانایی‌هاتون هستید. شمایی که میخواید رابطتون با همسرتون و یا اطرافیانتون بهتر بشه. شما که میخواید در تربیت فرزندانتون بهترین روش‌های تربیتی رو به کار ببرید. شما که در مرحله انتخاب همسر هستید و میخواید انتخاب صحیحی داشته باشید. شمایی که گاهی احساس فرسودگی و بی‌هدفی میکنید
و میخواید برای زندگیتون چشمانداز بسیار روشن و واضحی داشته باشید. شما که در سنین آغاز جوانی هستید و میخواید برای آیندهتون چشمانداز تعریف بکنید و اهدافی رو برای خودتون مشخص کنید و یکی یکی به اهدافتون برسید تا به اون چشمانداز حقیقی برسید. و هر موضوعی که مبتکر اقدامش خودتون هستید میتونه موضوع یکی از جلسات کوچینگ ما باشه. میخوام یه خبر خیلی خوب بهتون بدم. میخوام همه شما رو دعوت بکنم به یک جلسه کوچینگ 45 دقیقه رایگان که با من تجربه بکنید. بعد از اینکه این جلسه رو تجربه کردید، اگر راضی بودید میتونید با یک سرمایه گذاری بسیار مطمئن جلسات بعدی رو هم تعیین بکنید. مراجعه به یک کوچ حرفه‌ای اصلاً هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری بسیار مطمئن برای آینده خودتون، خانواده‌تون و حتی کسب و کارتون. همواره پیروز و سرشار از مهر باشید. فراکوچ، مرکز آموزش کوچینگ ایران.